دومینو بدون هیچ بودجه اضافه‌ای فقط صرفاً به خاطر اینکه داشت مثل یک آدم واقعی رفتار میکرد، نه یک شرکت، کاری کرد که مخاطبش خودش بیاد براش تبلیغ بکنه. ما یک مفهومی داریم که در پرسونال برند و برندینگ جواب میده به اسم هیومنایز کردن برند. اگر تو هم یک کسب و کار کوچیک داری، این میتونه نجات دهندت باشه. که من فکر میکنم این اتفاق الان که یک عالمه کانتنت داره با AI درست میشه خیلی خیلی مهمه و ما الان این فرصت رو داریم که انسانی با برندمون برخورد بکنیم به انسانی ترین حالت ممکن. این یعنی اینکه مخاطب یک آدم واقعی احساس بکنه، نه صرفاً یک صفحه اینستاگرام. یکی از جاهایی که این خیلی واضح میتونه دیده بشه کامنت ها و فرم جواب دادن به کامنت ها توی صفحه دومینوه. ادمین دومینو به جای جمله های خشک میاد خیلی بامزه جواب کاربرا رو میده و من یه چیزی که متوجه شدم اینه که میم های روزو میشناسه، جوک هایی که خیلی داره وایرال میشه امروزه رو میشناسه و طبق اونا خیلی وقتا جواباشو داره بهینه میکنه. و خب این خیلی صمیمیه و باعث میشه که مخاطب خودش اسکرین شات بگیره برای دوستاش بفرسته، باز کامنت بذاره برای تو و این هی تکرار شونده است و به عبارتی نوعی تبلیغ رایگانه. ما به هر حال باید کامنت هامون رو جواب بدیم دیگه، درسته؟ ولی خب ما نیاز به ثبات رفتار و تکرار شوندگی داریم برای اینکه این کار رو انجام بدیم، چون این چیزا فقط با یک پست شدنی نیست. این باید توی تبلیغاتمون، توی ویدیوهامون، توی جواب دادن به کامنت هامون مرتب تکرار بشه تا اینکه به خوبی جا بیفته و این تکرار باعث میشه که مخاطب یک شخصیت ثابت از تو توی ذهنش بسازه. و به نظر من این مهمترین اصل برای کسب و کارهای کوچیکه و برای کسب و کارهای کوچیک خیلی انجام دادن چنین فرآیندی راحت‌تر از دومینو. دومینو باید تیم بگیره، لحن و استاندارد کنه، یه ادمین بیاره، کار بکنه روی اینا تا ببینه دقیقاً چی درسته. تو خیلی سریع‌تر به عنوان یک کسب و کار کوچیک میتونی بیای این آزمون رو خطاش کنی. و خب واسطه‌ای هم نداره، خودتی در یک زمان بسیار کوتاه‌تری میتونی اینطوری در واقع محتوات رو هیومنایز بکنی. و خب من اعتقاد دارم که این برای برندهای لوکال، برندهای کوچیک و محلی خیلی خیلی خوب جواب میده و خب چه بهتر که یک مثالی هم داریم از یک برند بزرگ که داره همین کار رو میکنه و جواب میگیره.